قرآن هم مبینه هم مجمله. شما وقتی قرآن را میخوانید، یک بار که میخوانید یک چیزی ازش میفهمید، اما بار دیگری که میخوانید باز یک چیزی دیگری میفهمید. انگار قرآن با خواندن بارها و بارها روی دیگری از خودش به شما نشان میده و مانند یک قطعه الماس است که شما هر بار که از یک زاویه نگاه میکنید از اون زاویه شعاع خودش رو به شما نشان میدهد. و به همین خاطر گفتن القرآن و حمالت اوجه. لذا شما با یک بار قرآن خوندن به کنه قرآن و به عمق قرآن پی نمیبرید. دومین خصوصیت اینه که قرآن برخلاف کتب فلاسفه و برخلاف کتب شعرا، کتب فلاسفه بیشتر غذای عقله و کتب ادبا و شعرا بیشتر غذای عاطفه است. اونها از طریق مجاز و استعاره و کنایه روی عاطفه ما تاثیر میگذارند و فلاسفه بیشتر با عقل ما صحبت میکنند. قرآن کتابی است که هم با عقل صحبت میکنه هم با عاطفه و انسان این دوتا قوه رو داره و این قوه هر دو نیاز به اشباع داره. قرآن هر دو رو اشباع میکنه. هم وقتی که در مورد خدا صحبت میکنه، در مورد قیامت صحبت میکنه، در هر مورد صحبت میکنه، هم با عاطفه شما سر و کار داره، با عاطفه شما صحبت میکنه و هم با عقل شما صحبت میکنه. و اینه که قرآن مانند کتاب ارسطو برای کسانی که عاطفی هستند ممل نیست، ملال‌آور نیست و مانند کتاب‌های شعرا برای کسانی که با عقل سر و کار دارند و عقلگرا هستند باز ممل نیست. نیاز هر دو رو تأمین میکنه. و ویژگی سوم اینه که قرآن هم خطابش برای عامه است هم برای خاصه. شما اگر بخواهید برای یک مردم بی سوادی صحبت بکنید، خب باید اونقدر پایین صحبت بکنید تا آنها بفهمند. و اگر در اون جمع انسان‌های باسواد حضور داشته باشند، شما را متهم خواهند کرد که شما خیلی داری پایین صحبت میکنی. اگر بالا صحبت بکنی، انسان‌های بیسواد شما را متهم خواهند کرد که خیلی باری بالا صحبت میکنی. ولی قرآن سبحان الله اون چنان کتابی است که یک بیسواد بدوی وقتی میخونه حالیش میشه، قشنگ متوجه میشه و از اون استفاده‌ای که باید ببره میبره. و یک دانشمند بزرگ، یک عالم بزرگ وقتی میخونه هم سهم خودش رو میبره. دریایی است که هر کسی به اندازه نیاز خودش ازش استفاده میکنه و نیاز همه رو پاسخ میده. ولذا کتابی است که در عین پیچیدگی ساده است و در عین سادگی پیچیده است. و ویژگی چهارم این است که قرآن میفرماید که القصد فی اللفظ والوفاء بحق المعنى، هم در لفظ مختصر هست، در عین حال حق معنا رو برآورده میکنه. شما سوره حمد رو بخوانید، سوره حمد معروف به ام الکتاب. ام الکتاب یعنی چه؟ یعنی مرجع قرآن. شما در واقع خلاصه قرآن، چکیده قرآن رو در سوره حمد میبینید و این واقعا نیاز به مهارت داره. این معجزه است که شما بتوانید خلاصه قرآن رو در یک سوره در 7 آیه بگنجانید و اون میشه ام الکتاب، مادر کتاب، مرجع کتاب. خب حالا کتابی که به این عزیزی، به این بزرگی و به این عظمت هست، ما در مقابلش چه وظیفه‌ای داریم عزیزان؟ من 8 وظیفه رو اینجا ردیف کردم و انشالله خیلی تیتروار میگم چون دیگه نخوام از حد وقتی که برام تعیین شده فراتر بروم. اولین وظیفه ما در مقابل این کتاب بزرگ عزیزان یاد گرفتنه. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی که قرآن رو یاد بگیرد و یاد بدهد. دومین وظیفه ما یاد دادنه، وقتی که یاد گرفتیم یاد بدهیم. سومین وظیفه ما این است که قرآن را به شکل صحیح تلاوت بکنیم. لذا تمام لوازمی که برای تلاوت صحیح قرآن مانند فراگیری علم تجوید هست، برای تلاوت قرآن هم لازم هست. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. لذا سومین چیزی که با در مقابل قرآن وظیفه داریم تلاوت قرآن است، چون خداوند متعال پیامبرش را امر کرده به تلاوت و ما هم به تبع رسول الله صلی الله علیه و سلم مأموریم به تلاوت. چهارمین وظیفه ما اتباع قرآن همراه با سکوته،
چون میفرماد و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اول گوش کنید، و انصتوا، ساکت باشید. یعنی این که هم تلاوت هم شنیدن قرآن و موقعی شنیدن قرآن هم با سکوت را رعایت بکنیم. اگر نمیتوانیم تلاوت بکنیم بشنویم، اگر نمیتوانیم بشنویم تلاوت بکنیم. پنجمین وظیفه ما در قبال قرآن فهم و تدبر در قرآن است. فهم و تدبر قرآن مهمترین چیزی است که متاسفانه در میان ما مسلمانان مهجور واقع شده است. ما خیلی از مسلمانان قرآن را میخوانیم اما در اون تدبر و فهم نمی کنیم. قرآن را میخوانیم ولی اون را نمیدانیم. مانند توتی که چیزی رو بهش میگن تکرار میکنه اما نمیدونه چی داره میگه. و این است که خداوند متعال در قرآن با خطاب تهدیدآمیز میفرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا در قرآن تدبر نمیکنن یا بر قلب‌های قفل زده شده است؟ این تهدیده، یعنی اگر کسی در قرآن تدبر نکند خداوند بر قلبش قفل میزند. ششمین وظیفه ما در قبال قرآن خشوع در مقابل قرآنه. خشوع در مقابل قرآن طوری است که عزیزان خداوند متعال میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. کوه در مقابل قرآن خشوع میکند. چرا ما در مقابل قرآن خشوع نکنیم؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده است که مؤمنان در مقابل قرآن و در مقابل اون چه نازل شده و در مقابل ذکر خدا خشوع بکنند؟ هفتمین وظیفه ما عمل به قرآن است و این مهمترین چیزی است که قرآن از ما میخواد. بعد از تدبر و فهم قرآن باید اون معرفت و شناخت ما تبدیل به سلوک و تبدیل به رفتار بشود و این چیزی است که ما متاسفانه بهش نیاز داریم. کتابی داریم که متاسفانه تدبر در آن و عمل به آن مهجور شده است. و آخرین موضوع حفظ قرآن هست که ما الحمدلله در میان مسلمانان همینطور که عرض کردم شاید بیشترین تعداد حافظان قرآن داریم که این یک سرمایه‌ای برای ماست، اما همینطور که عرض کردم همه اینها لازم هست اما کافی نیست. امیدواریم از خداوند متعال که به ما توفیق بدهد که اهل قرآن باشیم، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود خداوند یک سری اهل‌هایی دارد. فرمود اونها کی هستن یا رسول الله؟ فرمود هم اهل القرآن اهل الله و خاصته. اونها اهل قرآن هستند، اهل خدا و خاصه خداوند هستند. امیدواریم که خداوند متعال ما را اهل قرآن و خاصه خودش در این دنیا و در اون دنیا قرار بدهد. مجددا از حسن استماع و صبر و حوصله همه عزیزان تشکر میکنم و از بانی این مراسم مبارک و میمون جناب مولانا عبدالحمید تشکر ویژه دارم و امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد تا به دستورات قرآن عمل بکنیم و یک نهضتی را بیاندازیم برای بازگشت به قرآن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر.